بازار طلا و ارز به رکوردزنی ادامه داد. بانک مرکزی به خونه تکونی روی آورد. معامله‌گرا میگن پیشبینی ها تخم مرغی شده. مقررات جدید برای خرید و فروش ارز چیه؟ با کف بازار همراه ما باشید. سلام میلاد، امیدوارم که خوب باشی. سلام خاطره، همچنین. چه خبر از بازار و نمودارها؟ خب همونطور که از نمودار بازدهی روزانه بازارها مشخصه، امروز دوباره بازارهای سراسر سبزپوشی داشتیم و رکوردهای جدید. دوباره طلای فیزیکی پیشتاز این افزایش بود با حدود نزدیک به 5% رشد. بعد از اون سکه امامی بود که هم طلای فیزیکی هم سکه امامی باز اعداد جدیدی رو دیدن. سکه امامی به نزدیک 170 میلیون رسید. طلای فیزیکی هم باز هم وارد کانال 16 میلیون تومان شد. بعد از اون دلار آزاد بود که رشد بیش از 3% رو ثبت کرد و دلار هرات هم بیش از 2.5% رشد داشت و خب هر جفتشون اعداد جدیدی رو دیدن امروز. اونس جهانی طلا هم رشد 1.18% رو به ثبت رسوند و شاخص کل بورس هم رشد 2.6% داشت. خب خاطر اشاره کردی که بازارها تماما سبزپوش بودن. من یه جمله راجع به این سبزپوشیه بگم که تو بازار میگفتن این سبزپوشیه چشم نواز نیست، بلکه داره چشما رو اذیت میکنه. دقیقاً شرایط خیلی پیچیده‌ای. رد تحرکات پول رو میبینیم که صندوق‌های سهامی امروز بیش از 4.7 همت ورود پول داشتن. از اون طرف درآمد ثابت‌ها بیش از 3.5 همت خروج داشتن و صندوق‌های طلا هم بیش از 1 همت ورود داشتن. تغییرات ساعته قیمت دلار تهران و هرات رو می‌بینیم که متاسفانه ارقام جدید، رقم‌های جدیدی رو ما می‌بینیم. در ساعت 11 ظهر دلار تهران و دلار هرات 146,000 تومان بودن جفتشون. تا ساعت 1 ظهر دلار هرات در همون رنج 146,000 تومان بوده، اما دلار تهران افزایش داشته، در ساعت 1 به 148,350 رسیده و در نهایت در ساعت 2 بعد از ظهر با کمی کاهش 147,150 تومان دلار تهران و دلار هرات 144,300 تومان. این رقم‌های جدیدی که سقف‌های جدیدی که به ثبت رسیده. و حباب قطعات سکه رو می‌بینیم که سکه امامی بدون تغییر بوده حبابش نسبت به دیروز. نیم سکه و ربع سکه حبابشون حدود 5% کاهش داشتن. نیم سکه به 11.4% رسیده حبابش و ربع سکه به 37.5%. شما چه خبر از بازارهای پرتلاطم و پرالتهاب امروز؟ اول مرسی خاطر. جمله‌مو اینجوری شروع میکنم که اولین سیگنال صعود بازار از قیمت تتر شروع شد که تتر تا 147,000 تومان بالا رفت و بعد از اون بازارها به سمت بالا حرکت کردن. این جمله من معنی اینو نمیده که تتر راهگشا بوده. تتر چون 24 ساعته هست بازارش، خب زودتر میتونه حرکت بکنه. بعد با افزایش قیمت‌های امروز تمامی بازارها به رکوردهای قیمتی جدیدی رسیدن. ما امروز دلار 4 کانال بالا اومد، درهم 2 کانال بالا رفت، بعد فروکش کرد. قیمت سکه 7 کانال بالا رفته و مسقال طلای آب شده 3 الی 4 کانال که من 70 میلیون نزدیکه. الان دیدم تو این ساعت حوالی ساعت 19 70 میلیون رو در مسقال طلای آب شده دیدیم. نکته بازار این بود که اختلاف قیمت ها امروز زیاد بود. خاطره دیگه انقدر قیمت اینجوری شده بود که الان نمیدونستن چه قیمتی اعلام بکنن. این یه مورد بعدی و مهمتر اینه که الان بحث داغ همه جا راجع به سیاست تکنرخی کردن ارز همچنان. بعد از این سیاست خبرهایی در مورد اعلام قیمت جدید روغن، قیمت جدید تخم مرغ اینا به بازار رسید و به نظر میرسه بیشتر از این که مردم و فعالای بازار قیمت دلار و طلا و سکه رو چک کنن، الان قیمت روغن و تخم مرغ و اینا رو چک میکنن
و اونا مهم شده. و طنزهای تلخی هم داره بسیار زیاد بوده. در این باره صحبت‌های دبیر فدراسیون طیور کشور جالب توجه بود، تو بازار داشت دست به دست میشد. دبیر فدراسیون اومده حساب کرده که با نرخ توافقی 112500 و قیمت جو کنجاله هر شونه تخم مرغ 360000 تومان برآورد میشه. اگر ارزو 130000 تومان بهش بدن، هر شونه تخم مرغ به حدود 420000 تومان میرسه. فعالای بازار میگن که از پیشبینی طلا و دلار و سکه رسیدیم به پیشبینی تخم مرغ و روغن و یعنی الان دولت ما به جایی رسیده که هر روز باید اعلام کنه که قیمت روغن انقدر. ما در همین برنامه راجع به کنترل قیمت و سقف قیمت و نقش دولت بارها صحبت کردیم. هر کنترل قیمتی در ادامه کنترل قیمت گوشی میرسه به کنترل قیمت قطعات دونه دونه اونها که در نهایت زنجیره تامین کلا قفل میشه، کلاپس میکنه. من نمیدونم این کنترل قیمت از کجا میاد. ما و سیاست شکست خورده یه جالبه این که هی ما اصرار داریم که اینو ادامه بدیم. به خاطر ما دیشب راجع به تکنرخی کردن ارز با محمد علی اینجا صحبت کردیم، مثل اینکه برخی اینجوری بودن که ما صحبتمون یعنی اینجوری برداشت شده که ما داریم نقد میکنیم تکنرخی کردن ارز. نه اتفاقا من خودم بسیار موافق تکنرخی کردن ارزم، ولی مسئله دیشب مسئله‌ای بود که چرا پارسال نذاشتند، یعنی زمان درست کی بود. الان هممون میدونیم در چه شرایطی داریم زندگی میکنیم. ما جنگ 12 روزه داشتیم، مکانیسم ماشه رو داشتیم، فشارهای کشورها رو داشتیم. همین زمان سیاست تکنرخی کردن ارزم میخوایم پیاده کنیم. من صحبتم اینه که خب اگر این پارسال غلط بود چی شد که امسال درست شد؟ این دیشب چون کامنت گذاشته بودن گفتم صحبت کنم راجبش که ما نقد نمی کنیم اونو، فقط دارم بازش میکنم داستانو که چه اتفاقی افتاده. یه خبرم در مورد صورت مالی یه شرکت بزرگ تولید کننده روغن نباتی تو بازار داشت دست به دست میشد که به جای 28000 ارز ترجیحی 28500 تومان نرخ جدید 112500 تومان عنوان شده بود. یه مقام دولتی هم در این باره گفته که 112500 تومان برای ارز ترجیحی جدید نیست، تثبیت هم نمیشه، صرفاً اقدامی برای کنترل قیمت هاست. به نظر میرسه با این قیمت ها یعنی فعالای بازار میگن ما باز دوباره 112500 داریم، 128 داریم، 132 داریم. قیمت بازار هم که 146000 تومانه. خب این کجاش میشه تکنرخی؟ دوم اینکه برای پیاده سازی سیاست تکنرخی احتیاج به یه منابع نرمال ارزی در بانک مرکزی هست. خب الان نرمال نیست، بارها هم رئیس جمهور گفته و سیاست داره پیاده میشه. برای یه توصیه فعالای بازار دارند و اون اینه که بدون رفع تحریم این سیاست قابل پیاده سازی نیست که اون منابع ارزیه درست بشه. و یه مورد دیگه اینه که فعالای بازار سیاست تکنرخی کردن ارز رو با این تعریف میبینن که من نوعی اگر ارز خواستم برم با یه قیمت مشخصی از صرافی بگیرم، فرقی نکنه با اون تولید کننده، فرقی نکنه با صادر کننده، فرقی نکنه با وارد کننده. خب از اینها که بگذریم، ما در روز رکوردزنی قیمت‌ها بانک مرکزی داره خونه تکونی انجام میده. انواع آدم‌ها رو شاهد تغییراتی در سمت‌های بانک مرکزی هستیم و تو بازار اینا داره میچرخه این خبرها، قطعاً اسامی جدید رو دیدن. یه نکته‌ای هم داشتیم که در مورد همین ارز تکنرخی که گفتم هر کسی خواست بره بخره، یه خبر اومد که مقررات جدید خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در بانک‌ها و صرافی‌ها به زودی ابلاغ میشه. به نظر میرسه با اومدن آقای همتی دوباره اون صرافی ملیه نقش و حضورش پررنگ‌تر بشه. حالا راجع به جزئیات این مقررات چیزی بیرون نیومده، ولی من احساس میکنم دوباره ارز کارت ملی و ارز سهمیه‌ای برگرده. این جهش قیمت ارز و قیمت طلا و اینا رو بیشتر همون سیاست تکنرخی شدن ارز میبینی یا نه همون سیاست خارجی که الان خیلی فشارها سیاست خارجی هست؟ خاطر
در لحظه کنونی و توی کوتاه مدت اون سیاست خارجیه که از ابتدای سال ما داریم دیگه، قشنگ ریسک‌های سیاسی رو داره، فشاره هست، ولی این افزایش قیمتی که از این همون این شوکیه که همه میگفتن این انتظارات تورمی هست که با پیاده کردن این سیاست. خب صحبت کردم اگر منابع بانک مرکزی نرمال باشه این سیاست یه تورم مقطعی خواهد داد. اگر نرمال نباشه و انتظارات تورمی نتونه کنترل بشه، مدیریت یعنی بشه، قیمت‌ها میتونن عقب نشینی کنن. اگر اون منابع بانک مرکزی درست باشه، نرمال باشه، قیمت‌ها میتونن در ادامه بعد از یک تورم، ما 1401 هم همین اتفاق افتاد دیگه، 4200 حذف شد و ما یک تورم زیادی داشتیم، ولی بعد از اون کم 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 شد. تو سایر اقتصادهای دنیا هم این اتفاق افتاده، حالا نه راجع به ارز، راجع به این که یهو یه سیاستی رو میخوام پیاده کنه اون سیاست گذاره و در ابتدا یک شوک قیمتی وارد میشه ولی کم کم اون شوک تعدیل خواهد شد. یه خبر داشتیم از مرکز مبادله که با این افزایش قیمت در اونجا رکورد معاملات بازار ارز تجاری زده شده، مثل اینکه 275 میلیون دلار امروز در اون بازار معامله شده که قطعا سیگنال اینو میده که اقتصاد داره خوب کار میکنه. سود حرف اولو میزنه، اون پتروشیمی فولادیه یا هر کسی دنبال اینه که اگر قیمت بازار ارز آزاد بالاست، خب من چرا باید ارزون بفروشم؟ الان که قیمت اومد بالا، رکورد هم زده شد. در مجموع خاطر اون چیزی که تورم و ریشه اصلی تورم چاپ پول هست، کسری بودجه دولت هست. من یه جمله‌ای هم امروز دیدم که توی همین کانال‌های دلاری داشت دست به دست می‌شد، بسیار جمله جالبی بود. خاویر میلی، اقتصاددان و رئیس جمهور آرژانتین، یه جمله‌ای داره، این جمله داشت دست به دست می‌شد. گفتن که اگر با چاپ پول میشه جلوی فقر رو گرفت، با چاپ مدرک هم میشه جلوی نادانی رو گرفت. این خیلی جمله عمیقی هست. امیدوارم سیاستمدارا به این بیشتر دقت کنند. راجع به تحلیل‌های تکنیکال صحبت میشه خاطره، اما اینقدر نگران کننده هست که من ترجیح میدم اینجا راجبش صحبت نکنم. چه خبر از تو؟ من خبری جز گرونی و سقف جدید قیمتی و اینا ندارم واقعا. مرسی. ممنونم. ممنون که با ما همراه بودید.